به نام او. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به دوره آموزش هنر زیبای کالیگروگرافی. امیدوارم که بتونین نهایت استفاده را از این آموزش ها ببریم. برای شروع کردن کالیگروگرافی ما وسایل خیلی کمی احتیاج داریم و در ادامه وسایلی که بتونین ازشون استفاده کنین خدمتون معرفی میکنم. ولی برای ابتدا کاغذ گلاسه میخوایم که در بازار به صورت مات و براق موجوده، فرقی نمیکنه. یه زیردستی میخوایم که زیردستی چرمی باشه، خیلی بهتره. و برای نوشتن قلم نی میخوایم که حتما تراش خوبی خورده باشه، یا قلم های پلیمری که دیگه احتیاجی به تراش دادن ندارن و فقط با دستمال مرطوب پاکشون میکنی، ولی قلم نیا هر از گاهی باید تراش داده بشن. یا اینکه از ماژیک هایی استفاده میکنین که سرشون تخت نیست، سرشون مورب هستش، برای کالیگروگرافی بسیار مناسبه. در ابتدا بهتره که با قلم نی شروع کنین، چون که ماژیک یه مقدار گول میزنه، گولزنکه و فکر میکنین که خیلی روان و چون مهار کردنش آسون تره. بهتر دارین، خوب دارین مینویسین، ولی بهتره که اول با قلم های حالا پلیمری یا قلم نی شروع کنیم به کار کردن، در ادامه از ماژیک استفاده کنین. و از جوهرهای خوشنویسی میتونین استفاده کنین. مرکب‌های رنگی، رنگ‌های متنوعی هم دارن، قبل از استفاده حتما خوب تکونشون بدین. و اینکه مارک‌های مختلفی میتونین بگیرین، با هر مارک و رنگی که برندی که راحت تر هستین میتونین شروع کنین. خب برای شروع کردن هر خطی در زبان فارسی ما معیار و سنجش و اندازمون همیشه نقطه هستش. یعنی نقطه اولین و مهمترین رکن نوشتن خط هست، حالا چه در خطاطی سنتی و چه در کالیگروگرافی که ما سنت ها رو میشکنیم و بیشتر ترکیب بندی برامون و ظاهر اون اثر برامون مهمه، نه قالب هایی که سخت و خشن و به قول معروف در هنر سنتی خوشنویسی به کار میره. برای نوشتن من ازتون میخوام که حتما نقطه رو فراموش نکنین، تمرین کنین و شروع کنین مقداری نقطه گذاری. نقطه گذاری باید به صورت مربع باشه، بعداً میتونه حالت دار باشه، میتونه کشیده باشه، بعداً هر فرمی میتونین بهش بدین. ولی اینکه ابتدا از نقطه گذاری شروع کنین. من هیچ زاویه خاصی بهتون نمیگم، چون زوایای در انواع خطهای ایرانی و فارسی خیلی مهمه، ولی در کالیگروگرافی زاویه خاصی رو ما رعایت نمی کنیم و بعضا سنت شکنی می کنیم. به خاطر همین وقتی که دستمون رو به این حالت میگیریم و این قلممون که تراش خوب و اصولی داره به این حالت گذاشته میشه، ما یک زاویه درست و زیبایی رو داریم برای خط نویسی کالیگروگرافی. خب بدیهیه که با خط الف شروع کنیم، با حرف الف شروع کنیم و اینکه شما یک قلم رو میذارین و خط مستقیم پایین میاین. باید قلمتون و مرکبتون به حالتی باشه که نخواین وسط نوشتن تمدیدش کنین. خوبه که یک جا و یک تیکه نوشته بشه. خب برای نوشتن خط الف در خطای متداول تعداد نقطه میگن، ولی ما در کالیگروگرافی تعداد نقطه برامون مهم نیست و بیشتر اون معیار زیباشناسی برامون مهمه. پس شروع میکنیم به نوشتن و همیشه یک فرم و یک حالت و یک ریتمی توی کار ما وجود داره. ما یک نقطه میذاریم، انگار که ما یک نقطه گذاشتیم و در ادامه این نقطه ما قلم رو میگیریم و صاف میاریم پایین و در ادامه دوباره انگار که ما یک نقطه گذاشتیم.
این پیچش نرم رو باید به وجود بیاریم به این حالت که این ابتدایی ترین و اولی ترین حرف الف ما هستش که شما هر چقدر بیشتر تمرین کنین به این حرف به این شکل بیشتر نزدیک میشین. حالت بعدی که ما شروع میکنیم به نوشتن، دیدین دیگه بعضن که شروع میکنن به نوشتن چرخش داره، نمیدونم دایره‌ای مینویسن، مدل‌های مختلف مینویسن. یه مدل دیگه الف به این صورت هستش که ما تمام عرض قلم رو روی کاغذ میذاریم و شروع میکنیم به کشیدن. در این نوع نوشته میتونه برای وسط کلمات باشه، وسط فرم نویسی باشه و از این پیچش میتونیم استفاده کنیم برای اینکه چشم بیننده رو به حرکت در بیاریم و تمام آثار رو با چرخشی ببینه. الف بعدی که میتونیم بنویسیم الفی هستش که به همون صورت سرش انگار یک نقطه داره و در انتهای نقطه خط رو میگیریم میکشیم پایین و اینجا بیشتر میکشیمش و فقط دقت کنین و فقط اینجا که میرسیم دیگه انگار همه جای قلم از روی کاغذ برداشته میشه و فقط نوک قلم هستش که این چرخش رو میکشه به این صورت. حالا بعد میتونین با نوک قلم این حالت پرچمگونه رو بهش بدین، میتونین بیارین از اینجا بهش حالت بدین، حالتهای مختلف میتونین بدین. من پیشنهاد میکنم که اول به صورت ساده تمرین کنین و بعد به صورت حالتهای مختلف. یه مدل هم داریم که دیگه این چرخش خیلی زیاد میشه و اینجاها دیگه ما کلا از روی کاغذ بر میداریم قلمو و کشیده میکشیم. این نوع الف ها میتونه خیلی بلند هم کشیده بشه، زیبایی زیادی داره و برای شروع کردن شعر و یا کلمات قصارمون کاربرد داره. الف بعدی الفی است که کلا کج نوشته میشه، اکثرا در وسط جمله ازش استفاده میشه. میتونه مثل این الف قوس و قزح زیاد داشته باشه یا هم که نه، میتونه همینطوری به صورت معمولی و با شیب ملایم نوشته بشه. شما میتونین انواع اقسام شیب ها بسته به نوع کلماتی که دارین مینویسین رو انتخاب کنین تا به لحاظ زیبایی شناسی یک خط عالی در بیاد. خب امیدوارم که اینا براتون مفهوم بوده باشه و خوب یاد گرفته باشین. شرطش اینه که اول تمرین داشته باشین. خیلی باید تمرین کنین تا دستتون راه بیفته و اون احساس روون بودن بهتون دست بده که دارین خیلی روان و عالی می نویسین. حداقل از هر کدوم 4-5 برگ بنویسین و خودتون بعداً جلو که برین متوجه اشکالاتتون میشین و میتونین با من در ارتباط باشین در دایرکت اینستاگرام که تمریناتون رو برای من بفرستین و من هم ببینم و انرژی بگیرم. متشکرم از همراهیتون.